یعنی برادر عزیز بزرگوار، جوانی که مادر با سوش فریاد میکنی، مادر سخنی قبیح بد میگویی، این رعنی خدا که حتما روز تو هم پشیمان میشدی، حتما روزی میشود که این آزار و این سخنهای قبیحی که در حق مادر گفته ای فرزند میشنوی. رب العالمین ما و شما را در قرآن تعلیم داده است که ما باید با پدر و مادر چگونه مناسبت داشته باشیم، چگونه معامله داشته باشیم. رب العالمین میفرماید ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ای جوانی محترم، برای خدمت پدر و مادر، برای اطاعت پدر و مادر اوف نگو. کلمه اوف چی کلمه است؟ مفسران میگن از همه میده‌ترین سخنی که سبب ناراحتی و ناراضگی پدر و مادر میشه اوف است. یعنی در نزد اوف میگویی، یعنی خسته شدم، دل زده شدم. ای مادر، ای پدر، یعنی کلمه اوف خداوند ما را منع کرده. اگر اوفی بیکاری هم باشه، خستگی کار زندگی هم باشه، خداوند تعلیم داده در نزد پدر و مادر اوف نگو، وای ناراحت میشود، وای غمگین میشود، میگه وای فکر میکنی فرزندی من چی غم داشته باشه، چی مشکلی در حیاتش آمده باشه. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ای بدبخت، ای جاهل، رب العالمین برای تو امر کرده است با سوی مادر فریاد نکن، و سوی به نزد مادر صدا تا بلند نکن. ولا تنهرهما. چی جایی که مادر را دشنام بودی، چی جایی که مادر را بگویی کی میموری. وای به حال چنین فرزندا. انشاءالله رب العالمین حتما این نوجوان مرد از فرزندش این آزار را میبینه. نخواه که انسان به سوی مادری که تنها در حیات تنها مانده است، پدر نیست، تنها مادر مانده، باید تارتای سر نوری چشم کنی اون مادره. وای رفیق حیات از دست داده است، در حیات تنها مانده است، در جای نوازش و جای مهربانی با بسوی اون میگو کی میموری. حیفی چنین جوان مردی، حیفی چنین بیغیرتی. و قل لهما قولا کریما. رب العالمین ما را تعلیم داده است که برای پدر و مادر سخنهای خوب بگویه. برای پدر و مادر وقتی در نزد پدر و مادر با او به نوازش و مهربانی صحبت کن. پدر جان، مادر جان، نور چشمی من، قوت دل من، جان من، همه من فدای تو باد. ای مادری عزیز، چقدر بزرگوار است که فدای تو شوم. ای کاش که این جان من 1000 جان میشد فدای تو میکردم. ای مادر، بسیار بزرگوار است که